سلام بچه ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. بیایید با هم بریم مرکز شهر. اینجا خیابونیه که میخوره به میدون اصلی، میدون دقلون، که مجسمه روش که از طلایه به افتخار یکی از فرمانده‌های ناپلئون درست کردن، که ساختمونای اینجا هم همه سبک معماری فرانسوی قدیمی کلاسیکو داره و اینکه از شلوغ‌ترین قسمت‌های این شهره که به خاطر فروشگاه‌ها و هتل‌هایی که حالا اینجا هستش یکی از توریستی ترین جاهای اینجاه. اینجا هم فنک، فروشگاه مورد علاقه این روزای من که جدی توش از شیر مرغ تا گوشت آدمیزاد وسیله هست. از انواع وسایل گیمینگ گرفته تا مانگا و اکشن فیگور و رمان‌های مختلف، زبان‌های مختلف، کتابات تو ژانرهای مختلف، آلبوم خواننده‌ها توی هر سبکی، جاز، متالیکا، کیپاپ، همه چی، لوازم تحریر، انواع محصولات آیفون، سامسونگ، لوازم خونه، گرامافون، دوربین، اسکوتر، دیگه هر چی که بخواید میتونید بیاد اینجا پیدا کنید. کتابای آموزشی، مجله، لگو، کلا چیزایی که ما دوست داریم. اینجا هم که دیگه تصمیم گرفتم برم یک چیزی هم برای خودم بخرم بعد مدت ها که رسیده بودم فرانسه. پس رفتیم به فروشگاه ها. یه برگردیم خونه. منم یه سری خرید کردم که رسیدم خونه بهتون نشون میدم. توی راه از این چرخ و فلک زنجیری ها بود که دیگه این فقط به نشانه اسکوید گیمه واسمون. از این راه بسیار زیبا با این معماری بسیار خفن و محشر و نم بارون و شهر خوشگل داشتیم لذت می بردیم و برمیگشتیم که یهو دیدیم اینجا چه خبره. ببینیم چی خریدیم. اول از همه که کتاب سفارش داده بودم برای دانشگاه از فنک. همه چی داشت اینجا. اونو رفتم تحویل گرفتم. کتاب گرامره، یک کانسیلر تارت میخواستم، یه دونه هم روغن مو گیسو دیگه، یه از این بافتای کاموایی مشکلاسیونم از H&M گرفتم دیگه. همین دیگه فعلا. دوباره سلام، اومدیم دوباره بریم مرکز شهر، هم کتاب خونه، همین که چیزی که دلم خیلی وقت میخواد و بخریم. برخوام شد. ویدیوی روز قبلی رو فقط میذاشتم خیلی کوتاه میشد، پس امروز هم بیاید با من باشید. دوستان ما بسیار خوشحالیم چون که اومدیم به کتابخونه جدید و حدس بزنید چی پیدا کردیم.
پیانو، انگار دنیا رو داده بودم به من. مثلا اینو دیدم الان خوشحالم. من زدم یایش داره میزنه. من اومدم فرانسوی بخونم، پیانو رو دیدم فرانسوی یادم رفت. من اصلا یه ویدیو خوشگل بود اگه بخوای بذاری یوتیوب. آره میخوام بذارم. به من مشغول کنی. تو یه دونش هستی، من با پیژامه میام دنباله. بذار یه دونه ویدیو خوشگل بگی من خوشگل بیارم. تو خوشگل من خوشگلم. من ببین چه شکلیه. همشون فیلم های فرانسوی هست. کاش بلد بودیم میتونستیم ببینیم. این کجا فرانسوی؟ کروئلا خب قطعا انگلیسی نیست. واقعا کتاب خونه جالبی بود. حتی اینم داره، یه قسمت نمایشگاه هم داره رو کشیدن. آره 3 بار. اینجا بهشت ماه، کلش کتاب سازه. ویو کاتدرال با یه عالمه کتاب ساز. اینجا پایینم هست. دوستان وطن پیدا کردیم اینجا. قسمت چیز داشت، سیدی های چه سخته این زدنش. این چیه؟ کلاسیک موتور چیه؟ شاهنامه کردی. این چیه؟ اینا همه ایران ای آر ای نوشته. این چیه؟ اینو برداشتیم گوش بدیم و اینو یش خوند که 4 مضرابم داره. قسمت کورش بود. اینکی جا مدل سیدی هایی که هست و نوشته، میتونیم از روی اون راهنما نگاه کنیم. چی میگن؟ اینجا شرک رو میبینیم توی قسمت موویاش، فیلماش. اینجا هم داریم ما به آهنگ پیش درآمد گوش میکنیم. هم کتابای ساینس و آشپزی و تاریخ و این که فکر کنم هنره. اینجا هم طبقه دومش که اونور سالن ادبیاته. اینجا هم چیزای دیگه. اینا مثلا کمیک نوشته، کمیکن. و ویومونم اینجا قوی تر شد. اینجا رمانای خارجی و اینجا هم کتابای زبانه. اینجا هم پر کتابای جناییه. هم دارن اینجا مشغول، سخت مشغول درسند. اینا هم برای عاشقان مانگا. ادبیات ایرانی. باز بکنی دونشونو. کدوم صادق هدایت بود گفتی؟ ترجمه به فرانسویه ولی آسانسورش خیلی فرانسوی طوره. عکس بگیرم. چی نوشتن رو در دیوار؟ فکر کنم 500 بار تو این ولاد نشونش دادم ولی اینم از شب. تو باید دستیار قشنگ شد واقعا. خیلی قشنگ. اینم چیزای خود کتاب خونه. الان هم اومدیم کیکو که نیایش جان خط چشم بگیره. اینو که زدی خیلی الان به اون خوشی اصلا تکون نمیخوره از رو دسته. سایش خداست بهشت. یه دونم اینا. این خیلی قشنگ بود. هم براده نشون بده. رژگونه صورتی با خط چشم تکون نخور. رویش اینا رو گرفته. اینا هم که لیپ گلاس‌های معروفه.
خرید ندارم دیگه. وای، یعنی چیزایی که من خریدم زندگی و شادی. هم یک اسپویل ریز اومدیم فنک خریدمونو کردیم، داریم بار میگردیم. لازم میخواستم بگم بودو یه دختر دیده بودم واقعا زیباست. خرید خونه نیایشینا هم کردن. نیاش امروز چقدر خرید داشتی؟ کشیدم چیزا خریدم کردیم، داریم میریم خوابگاه بستنی بزنیم. بعد اومدیم بستنی هم داریم میخوریم. خب برو از پروفایل چک کن. خب بریم چیزایی که خریدیم رو ببینیم. اول از همه آلبوم Love Yourself که تتوشم دارم. من این تتو رو پشتم دارم، این گله. بعد اصلا این داستان داره. اینو برای عیدی دوستم برای من سفارش داده بود. بعد من از اون شاپه خرید کرده بودم، توبی شاپ. بعد آلبوم بی گرفته بودم، منم آورده بود، ولی این یکی رو که سفارش دادم من نفرستاد هیچ وقت. اینجا از فنک خریدمش 23 یورو. واقعا ذوقش رو دارم بالاخره. خب همین که اینو کجش کردم، فوتوکارت جیمین از توش افتاد بیرون. بعد اینم اینه چیز لوازم آرایشی تست. چقدر خوشگل آخه این گل. این پشت چی نوشته؟ اسم آهنگاست. اوه اینا چیه؟ آی این گلا وای برچسبن. این واقعا الان مورد علاقه‌ام شد. این چیه؟ این نمیدونم چیه. دنوت نوت. خب این اصلیه. کلشو که نمیشه نشون بدم، باید یه دونه اینطوری ورق بزنم. و چه بچه بودن اینجا. اینا چیه؟ اوه لیریکس سانگان آهنگان. وای عاشقشم. اینم که لیگو عزیزه، بازش کنم. دستم هم با جعبه دید نداره، جعبه لگو بریدم. دفترچه راهنما، بسته هاش. ای چه گوزوه. ساقه تمام شد. آقا من 2 بار تا حالا واسه 2 نفر لگو هدیه دادم. بعد هیچ وقت برای خودم لگو نداشتم به غیر از این جاسویچیش، همیشه هدیه دادم. الان بالاخره هم لگو دارم، هم آلبومی که بعد سالها بالاخره تونستم بگیرمش. چند ساله من این تتو رو دارم نمیدونم، زیاده و همیشه دلم میخواست آلبومش رو داشته باشم. Love Yourself. دیگه ممنون که تا اینجا نگاه کردید. توی ولاگ بعدی میبینم. فعلا خداحافظ.